حالا به پارت 4 ولاگی است خوش اومد. میخوایم بریم به موزه و مدرسه مارکار. اول از همه به خوابگاه مجموعه رفتیم که برای بچهای بی سرپرست و دانش آموزانی بود که از روستاهای اطراف به یزد می‌آمدند. اینجا توالت‌های خوابگاه که تهش به جهنم وارده. حموم هم با کمک شیشه‌های روی سقف بسیار پرنور بود. در ادامه رفتیم به مطبخ و با طرز تهیه چند غذای زرتشتی و سنتی یزد آشنا شدیم. توی این اتاق در مورد اکثر مراسم‌ها و سفره‌های زرتشتی بهمون توضیح میدادن. مثل سفره مهرگان که برای جشن اواسط مهر ماه یا همون مهرگان هست و سفره گواهگیری برای مراسم ازدواج و البته سفره نوروزی. سرآخر به حیاط روبرویی سر زدیم که هنوزم فعالیت میکرد، جایی که بهش مدرسه میگفتن. خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعد. بدرود.